چه روشی بهترین گزینه است برای شستن سبزیجات تازه؟ استفاده از مواد ضدعفونی یا استفاده از نمک و سرکه؟ جالبه بدونیم توی بیشتر مقاله‌های کانادایی که در رابطه با نگهداری و یا شستشوی سبزیجات تازه هست، گفتن که آب خودش به تنهایی میتونه تمیز کننده و از بین برنده تمام آلودگی‌های سبزیجات باشه، به شرطی که چند تا نکته رو رعایت کنیم. نکته اول استفاده از یک ظرف تمیز به جای سینک هستش، چون سینک خودش یه سری میکروب و آلودگی داره که میتونه به سبزیجاتمون انتقال بده. مورد دوم اینه که بعد سبزیجاتمون رو زیر آب سرد جاری شیر نگه داریم و سعی کنیم با کمک دست هامون آلودگی ها رو از روی سبزیجات پاک بکنیم. میتونیم این کار رو چند بار تکرار کنیم و آب ظرف رو عوض کنیم تا مطمئن بشیم که سبزیجاتمون تمیز شدن. اما اگر تمایل دارین از ماده‌های ضدعفونی هم استفاده کنین، فقط مطمئن بشین که سبزیجات رو بعد از اون خوب آبکشی کنین.